سلام، به مجله تصویری دیدگاه خوش اومدین. شاید بهترین چیزی که میتونم در مورد مهمون این بخش بگم این باشه که خیلی جدی سر شوخی رو با همه چیز باز کرد. از سیاست و مذهب بگیرید تا حتی خانواده خودش. مهمون ما شاهین نجفیه، خواننده و شاعر ساکن آلمان. بیشتر ترانه‌هایی هم که خونده توی سبک رپ و یا بعضی‌هاش هم توی سبک راک هستن. شما هم میدونین موسیقی رپ با استقبال شگفت‌انگیزی از طرف نسل امروز ایران روبرو شد. موسیقی رپ از زندگی واقعی امروز بی هیچ تعارف و پرده‌ای حرف میزنه و به هیچ یک از تابع‌های قدیم و جدید جامعه ایرانی رحم نمی‌کنه. هر کدوم از خواننده‌های رپ تعارف رو در یک زمینه کنار گذاشتن، اما شاهین نجفی این تعارف رو با همه چیز جامعه ایرانی کنار گذاشت. به نظر شما یه خواننده رپ کیه و ما چند نوع موسیقی رپ در ایران داریم؟ شاهین نجفی موسیقی رپ رو به 5 دسته تقسیم بندی میکنه. شما مخاطب کدوم گروه هستین؟ برای گفتگو با شاهین نجفی در 5مین قسمت دیدگاه از پاریس به شهر کلن در آلمان سفر کردیم. بعد تاریخ و ترک سیگار مرض عادی میشه واسه جماعت بیمار، مثل درد پریود و یه کمی بیشتر داری میمیری ادای زنده ها رو در نیار. یه شعر میگیم قدست تو مانیفست میشه، تو روشن فکری مثل شعبان جعفری، واسه خنده خوبن فسیلایی مثل تو آقا با شورت گلی و ریش پرفسوری، واسه باخ میذارم و دو عقب جلو کن میریم تو فضا سید حالی میبری. وای کشته ما رو شخصیتتون، وای کشته ما رو تربیتتون، وای کشته ما رو ولی این رپ یکم ارزونه، یکم چیپه دیگه. ببین چی میگم، اینم به خاطر نماییه که مردم از رپ دارن، اینا رو خراب کردن داستان. یعنی وقتی میگی رپ تصور میکنن که رپ خان الان یک آدم بی شخصیت، بی فرهنگ، بی مطالعه، بی خانواده، بی همه چیزه. این بی همه چیزی که میگم فوش نیست، بی همه چیز یعنی هیچ چیز انگار نداره، در واقع تو خالیه، پوکه، فقط داره یه حرفایی میزنه، من فلانم، من خوبم، من گنده‌ام، من آدم زیاد دور و برم دارم، من پول دارم. اینا فقط برای من یعنی عقده، یعنی حقارت. یعنی میفهمم که چه این شخصی عقده داره. به همین ترتیب این کلیپ‌های فارسی رو که میبینم میگم مطمئنا مشکل دارن اینا. وگرنه شما عقده، بجز اینکه عقده داشته باشی مگه میشه که بیای مثلا پشت پیانو بشینی الکی پیانو بزنی؟ خب یعنی که حقارت دیگه. یعنی شما بلد نیستی پیانو بزنی. برید دیگه تو ایران کلیپ‌های ایرانی از 5 تاش 4 تاش دارن پیانو میزنن، هیچ کدوم پیانو زدن بلد نیستن. دیوانگی این حقارت. رپ خونه ایرانی هم همینجوری اگه به این معنی باشه، یعنی ادعای چیزی رو میکنه که در واقع اون نیست. همه دور و بریام آیی از خوندن، گفتن رپ نمیگیره پاپ بخون، خندیدن شاد بودن که بشنون زمین خوردنم و آرزوشون بود که ببینن جون کندنم و ولی من زیر پای کسی رو خالی نکردم، پیش رفتم نکردم، با شکم گرسنه رپ نوشتم، من تو قلب اروپا تو خیابون خوابیدم. اون پست چرا بگم گنگسترم، با ماشین مردم عکس بگیرم عقده دارم. 3 سال اینجا 3 بار دیسکو نرفتم، شادی اینا رو میبینم حسرت میخورم. منم حالی میخوام ولی خب تو وطن خودم داد و بد دردیه درد کشیدم. حالا بشین و از ته قلبت فوش بده، کسی مثل من فوش دادن داره نمگی، کسی مثل من فوش دادن داره نمگی. شاید این کسایی که کارهای تو رو گوش میدن همشون اولین تصورشون اینه که تو ترکی، چون لهجه آذری، لهجه ترکی داری، ولی تو انزلی چی هستی؟ قضیه این لهجه چیه؟ این به خاطر اینه که درصد زیادی از مردم انزلی ترک هستن، ترک های مهاجر هستن که از پیش از انقلاب مهاجرت کردن به انزلی و ناخودآگاه ما به هر حال تو همون محیط بزرگ شدیم و لهجه گیلکی ما در واقع آمیخته شده با ترکی و لهجه ترک ها آمیخته شده با گیلکی. ولی ترک نیستی؟ من ترک نیستم، نه متاسفانه. در حال حاضر خب ما موسیقی اعتراضی مختلفی در ایران داریم. خواننده‌های ممکنه چه خارج از ایران یا داخل ایران کسایی رو داریم که به یک سیستم اعتراض دارن، به سیستم جمهوری اسلامی اعتراض دارن، آثار اعتراضی هم میخونن، اما اون چیزی که توی کار تو هست چه تفاوتی با اونا داره؟
تو همین سوال شما تصویری که از موسیقی اعتراض یا هنر اعتراض دادی با اون چیزی که من فکر میکنم الان شباهت نداره. بحث من در اعتراض فقط اعتراض به یک سیستم حکومتی نیست. به نظر من سیستم حکومتی هر سرزمینی برآیند تاریخ و فرهنگ همون سرزمینه و ناشی از اشتباهات همون مردم و اون جامعه است. در نتیجه بحث من فقط حالا تو پرانتز سیاسی نیست، یک اعتراض کلیه. ممکنه که من به عنوان یک آدم نسبت به مسائل خانوادگی همونقدر اعتراض داشته باشم که نسبت به بحث‌های سیاسی، یعنی سیاست بخشی از فقط کار ما. اما منظورتون رو من میفهمم و چیزی که به نظر من وجود نداشته یا حالا شاید کمرنگ بوده این بوده که اتفاقا بخشی از موسیقی در واقع درست حسابی ما که ما خودمون همیشه وامدارش هستیم، اینها لزوما اعتراض رو به معنی سیاسیش میفهمیدن. یک دوما این که همون اعتراض رو در هزار توی استعاره و ایهام و ابهام می آوردن. کی بود تا صبح بیدار بودی، یادت میاد سیگار پشت سیگار از استرس زیاد، شاید حبس سرنوشتمون تو صندوق، شاید فرجی بشه معجزه‌ای در بیاد، اون چیزی که ما باور داریم و میخوایم، بس بد و بدتر نبود فریاد، مثل قده تو گلوامون گره خورده بود ولی کسی جواب گریه آمونو نداد. سال بدی بودم ما من و تو بد نبودیم، این یه امتحان بود برامون رد نشدیم، یاد گرفتیم جواب مش همیشه مش نیست، زدن و ما باتون خوردیم و اونا ساندیس، خواستن به لجن بکشن رنگ پیرهنت، شکستن تنتو بستن دهنتو، گفتن به اون چه که نکردی اعتراف کن، مثل ندا به عزامیشونیم مادرت، ما مرز بین مرد و زن و خط زدیم، حتی به عشق مجید رو سری سر کردیم، حرفامون روشن بود و گوشاشون کر بود، همه درخت شدیم حکممون تبر بود، چه خیابونا همه بوی خون میداد، جلو چش رستم سهراب جون میداد، دستی که قلم داشت و قلم کرد، به اسم خدا کشتن و قل و غم کرد، سالی که شیشه نوشابه بو کهریزک میداد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد. تو یک مرز استعاره رو میشکنی، دو اعتراضت فقط یک اعتراض سیاسی نیست، یعنی به شرایطی که درش زندگی میکنی، مجموعه شرایطی که تو رو احاطه کرده، حتی از صنفی که توش کار میکنی، دقیقاً همه اینها مجموعه چیزهایی که تو باش حرف میزنی. دقیقاً باید همینجوری معنیش بکنم. و خب اگه اولین با اعتراض رو بخوایم از صنف خودت شروع کنیم، یا اولین نگاه تو به صنفی از یا به یک مجموعه ای از همکاران تو که منظومه ای از موسیقی معاصر رو دارن شکل میدن، نگاه تو به اونها چیه؟ چه تحلیلی ازشون داری؟ چطور تقسیم بندیشون میکنی؟ معاصرین رو دارید میگید یا کلا توی ژانر موسیقی خودت؟ اون چیزی که من الان اگر مجموعاً بخوام در مورد آلترناتیو صحبت کنم، یه چیزی همیشه من اذیت میکنه و اونم اینه که من معدود کسایی رو میشناسم که اینها نسبت به جهان محافظه کارانه عمل نکنن و حرف نزنن. ببین خیلی بحث ساده ایه. کسی که دو نفر مثلا اینو میشناسن، یک وجهی برای خودش میسازه، یک شکل و شمایلی برای خودش به وجود میاره، این بعد هر چی جلوتر که میره ممکنه محافظه کارتر بشه. یعنی این ترس به وجود میاد که نکنه کاری انجام بدم، حرف تندی بزنم که دیگران از من برنجن. یعنی شما طبیعتاً باید کاری رو انجام بدید که بیشتر به دست بیارید، بیشتر مخاطب به دست بیارید. عملکرد من نوعی خودش اعتراضه، به این دلیل که من چنین سنتی ندارم. من اصلا بحثم این نیست که تعداد زیادی آدم دور و بر من باشه. به همین دلیل جریان هنری به نظر من یک جریان جماعت گریز. اصلا من شخصا یک آدم رهبر گریز، رأس گریز و ساختار شکن، در واقع ساختار گریز، حالا
و عموما این بسته‌بندی ها رو نمیفهمم، نمیتونم درش قرار بگیرم. این بسته‌بندی ها از اخلاق شروع میشه، از نوع آداب اجتماعی شروع میشه. منو اک کنی عشری میشم و یه وقت یقه آقا رو میگیرم خطری میشم و پیش اومده سهبنج یقه بگیریم لب و یقه توفیری نیست سفری همو اگه لب یقه چرکی باشه افتارم حتی مثل یقه لب چرکیت مفاش تو که یقه لبو گرفتم واسه گفتاره برو لبی رو یقه کن که با جفاش میگی یقه آقا بسته است و لب نمیده آقا با یقه بازو بسته لغ میزنه که میدونی لب چفیه و بیزی آقا برو آب بکش بعد قد کن دادا میگی حرفام نیش داره میگیره پرتو ادبی حرمت خانواده اینجاست اما میگی لا پرده بزن هنری باشه مثل شعر فلان استاد کمری باشه داستان اینه که دیگه ما پرده رو زدیم اخلاق تعطیل سید. گفتی برات خیلی مهم نیست شاید مخاطب عام داشته باشی، برات انگار که یک دایره خاصی از مخاطبی که تو رو بفهمه انگار کفایت میکنه. اصلا برای کی میخونی؟ چه تعریفی از اون مخاطبی که براش میخونی داری؟ عموما ماها کسایی هستیم که یک طبقه اقتصادی تقریبا مشترکی داریم، دو قشر فرهنگی مشترکی هستیم، خونده هامون تقریبا مشترکه، نگاهمون به سینما مشترکه، نگاهمون نسبت به ادبیات و اون چیزی که از موسیقی میفهمیم و در واقع نفس وجودیمون تو دنیا. طبیعتاً ماها همدیگر رو بهتر میفهمیم. منم هنرمندی این چنینی رو میفهمم و زیاد برای من جالب نیست مثلا حالا بیام یک کاری انجام بدم و بعد یک نفری بیاد از من بپرسه این اینجا یعنی چی؟ این بی‌معنیه، یعنی که تو مخاطب من نیستی، این یعنی که تو اصلا نباید سوال کنی. من وقتی چیزی رو نمیدونم سری میرم دنبالش. فکر نمی‌کنی این نگاهت به مخاطبی مقدار نگاه فخر فروشانه و از بالاییه؟ یعنی تو داری مخاطب خودت رو محدود می‌کنی به یک قشری که یک شکل مشخصی میتونم فکر کنم و یه دایره از فهم مشخص دارم. ببین مخاطب برای من همون اندازه، من سوپر استار نیستم که، من هنرمند نیستم، من این تعابیر رو به این صورت نمیفهم. من یک آدمم که یه چیزایی در درون من هست، اینا رو دارم توف میکنم به اطرافم، متوجهی؟ و اصلا مهربانانه نیستین، اصلا این فخر فروشی نیست که شما بالا آوردن که فخر فروشی نره که. نه، در نگاهت به مخاطبت تو داری همین دارم بگم. به همین دلیل من مخاطب رو مخاطب نمیفهمم، من مخاطب رو در واقع به عنوان یه دوست میفهمم، به عنوان کسی میفهمم که با من ما یه چرک های مشترکی با هم دیگه داریم که چرکامون رو داریم با هم دیگه در واقع تبادل میکنیم. مخاطب اتفاقا تو این نگاه به نظر من انقدر گنده است و ارزش داره، این که میتونه یقه منو بگیره، میتونه نیشکوم بگیره منو، میتونه حواس منو جمع کنه گاهی نسبت به کار بعدی. من خیلی از این جهت خودخواهم، دوست دارم مخاطب‌های من دوست ندارم از من کوچکتر باشن، تعارف نداریم و این اتفاقا اصلا فخر فروشانه نیست. اون چرک‌ها به قول تو یا مفاهیمی که تو با مخاطبت مبادله میکنی و اون بدبستانی که بین تو و مخاطبت هست، مخرج مشترکتون چیه؟ تو چی رو هدف قرار میدی؟ این مخرج مشترک در واقع یک نوع رفتاره، یک رفتار ساختار گریزه. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. یعنی ما یک بیماری در ما هست، این مرضه، این یه مرضیه که شما تا دچار این مرض نباشی نمیتونی بفهمیش، دلیلی نداره اصلا بفهمیش. برو زندگی تو بکن. و داستان کاملا انحصار طلبانه است اتفاقا به نظر من. از این جهت مخرج مشترک زندگیه، سبک زندگیه، شیوه زندگی ما، همین چیزی که داریم میبینیم هستیمونه. من نمیتونم با یک نفری که از مثلا حالا خیلی ساده از بالا شهر فلان شهره و این هیچ شراکت اقتصادی، هیچ شراکت فرهنگی مثلا با من نداره، من چیزی نمیفهم. تجربیات ما، اصلا نگاه ما به زندگی یه جور نیست.
من با نفری صحبت کردم که از قلب تهران اومده و تصویری که از تهران به من میداد، گفتم تو کجا داری زندگی میکنی؟ این چنین چیزی نیست ایران. و این نشون میده که اون در واقع واقعی نیست. اون نمیدونه، اون تا حالا نرفته، اون شوش نرفته، اون تا حالا توپخونه نرفته، نمیدونه داستان چیه، خاک سفید رو نمیشناسه. شاید همین که تو از استعاره فرار کردی یکی از دلایلش این بوده که تو از شوش و توپخونه و از خاک سفید می اومدی، از اون قشر می اومدی یا با از اون قشر می اومدم. اما یه چیزی فقط بگم، من استعاره فرار نکردم. من اینها باید به خدمت گرفته بشن. من در اونها گم نشدم یا پشت اونها پنهان نکردم خودم. از این جهت اگه بخوای چیز بکنی، بررسی بکنی مسئله رو، چرا مثلا کسی مثل منوچهری دامغانی تو ادبیات ما به عنوان یه کسی که گنده است، اما شما انگار مثلا یه چیز خوشگل و قشنگ داری میبینی اما زیبا نیست، چیزی نیست که زندگی نیست در واقع. سر استعاره، ابهام، ایهام، صنایع ادبی، تلمین، هر صنعت شعری که تو در نظر بگیری آیه دامغانی به کار برده، اما زندگی نیست. خیلی ما تو همین ادبیات جدیدمون هم داریم کسایی که در واقع ادبیاتشون آکادمیکه، زندگی نیست. خیلی خوبه اما آکادمیکه، انگار به درد این میخوره که تدریسش بکنیم. من همین آخرین کارم مثلا نمونه کاری که دوچرخه داشتم میرفتم رو دوچرخه، بعد قلم و کاغذم نداشتم، تو موبایلم ضبط کردم. یعنی تیکه تیکه میگفتم رو موبایلم ضبط میکردم. همین کار وقتی که میتونی همون کار برامون بخونی؟ آره اجراش میکنم یه تیکایشو. وقتی که کاندوم کاپوت بود، زشت بود، بد بود. وقتی که سردار سپاه بدلی از محمد بود. وقتی که هروئین و سرنگ هدفمند بودن. وقتی که مسکنها خودشون دردمند بودن. وقتی که جنگ نبود، سقف سوراخ خون زیر بمب باران بود. وقتی که جنگ نبود و مغزها زیر بمب باران بود. وقتی که دراکولا برای برادرم گشت بود. وقتی که مرکز دنیا برای من رشت بود. وقتی که انقلاب خم شد به خاوران رسید. وقتی که نامه های جمکران به جماران رسید. وقتی که زن هنوز زن نشده بود، مادر بود. وقتی که دوست خواهرم خواهر بود. وقتی که مغنه ها هنوز لب شتری بودن. وقتی سواران حسین لاتهای موتوری بودن. وقتی تویی و بغض تنز بغض‌آلود. وقتی تویی و یک گله عالم مردود. وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا. وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا. وقتی که اصلاح طلبی و رفرمیسم شبیه هم بودن. وقتی که انقلابی ها خم شدن یا که کم بودن. وقتی که ریش ها تحریش و ریشه ها زیر تیشه شدن. وقتی که باکری و همت ها سیاست پیشه شدن. وقتی که فریدون اووردوز کرد مرد. وقتی که 20 میلیون رأی و باد با خود برد. وقتی که عباها شکلاتی سفید زرد بودن. وقتی که آزاد بودیم آزادی ها شکل درد بودن. وقتی که سینما کارگردانش باتومدار بود. سینما نبود، سیرک بود، پر از هدیه و گلزار بود. وقتی تویی و بغض تنز بغض‌آلود. وقتی تویی و یک گله عالم مردود. وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا. وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا. وقتی که به سیاست خندیدیم و سیاست به ما خندید.
وقتی که طنز پارازیت داشت فرکانس ها گندید، وقتی حقوق بشر بازی و استراتژی بود، وقتی وطن کوروش و چلو کباب و نوستالژی بود، وقتی که اتفاق می افتاد از پشت پرده کسی به ما بیلاخ نشان میداد. اگر شاهین نجفی بخواد موسیقی رپ رو در ایران یک تقسیم بندی بکنه، تقسیم بندیش از این موسیقی چیه؟ ببین من فکر میکنم که ما در مجموع 5 نوع رپ در ایران داریم، یعنی حالا چه در ایران چه در خارج از کشور، بچه‌هایی که کلا دارن رپ کار میکنن. یک دسته از این نوع رپ کسانی هستن که من اسمشون رو میذارم رپ کوچه بازاری. اینها در واقع رپ پاپ خالتوری هستن. تکنیک رپ رو استفاده میکنن، میخونن مثلا روی بیت های 6-8، روی ریتم های 6-8 و شما میرقصی باش، خیلی هم خوب باش میرقصی. یک نوع دیگه از رپ هست، اینها رپ های به نظر من رمانتیک و سانتیمانتال هستن. حالا قشر فکر میکنم که واقعا قشر مرفه هستن یا اینکه اداشو در میارن، ولی فکر میکنم مخاطبینشون حداقل کسایی هستن که اون فضا رو میفهمن. یه خونه مثلا لوکسوس میگیرن، ماشین مثلا فلان چیز، یه دختر خانم مثلا خوش تیپی و شعر عاشقانه است، تو منو میخوای، من مثلا میخواستم، تو چرا به من بی‌وفایی کردی، این کاری کردی، تو برو بدی، همین. این رپ در واقع رمانتیک و سانتیمانتاله. یه رپ دیگه هست که این من اسمشو میذارم رپ شعبان بیمخی، رپ چاله میدونی، رپ خیابونی، رپ گنگ، رپ لومپنی. این رپ خیلی فردگراه و خیلی اگه گنده بشه به یه گتو معتقده، یعنی فقط اون اعضایی که مثل خودشونن، مثلا لاتای محله مثلا چیزآباد، یه دینجوری هن و دوچار توهم گنگ بودن، گنگسترهای آمریکا. مثلا اینا تو فیلم دیدن، تو چیز به هر حال مدیا مثلا شنیدن، فکر میکنن اونم تو تهران مثلا که نیروی انتظامی میگیره کار نریم. حالا اینا دوچار این توهم، یه شاخصه‌هاش هم اینه که به شدت ناسیونالیستن. ناسیونالیسم چیه؟ اینا شوینیستن اصلا، یعنی دیگه میشه توهین به ملت‌های دیگه، به اقوام دیگه. و مذهب رو هم به راحتی توش میبینید. یعنی اینها اینجور بهت بگم پاش برسه، نه حالا بگیم لزوما به خدمت گرفته میشن از طرف سیستم، ولی پاش برسه مثلا از روی نادانی و ناآگاهی مثلا از انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع میکنن. خیلی ایرانی هن مثلا نمیدونه اصلا چیه. این یکی من فکر میکنم رپ شریفیه، اما خب خیلی محافظه کاره. یعنی شاید حتی فکر میکنه که این نوع رپ مثلا میتونه یه زمانی جایی توی سیستم موسیقی ایران داشته باشه. به هر حال امیدوارم به اون چیزی که میخوان برسن، ولی به هر حال باز هم با ما سنخیت نره، اما شرافت داره. رپ شریفیه. یک بخش در واقع دیگه از رپ، این یک رپ هنجارگریز، آنارشیست و رادیکاله نسبت به همه چیز و اتفاقا واقع‌گرا و رئالیست هم هست که من مثلا به شخص خودم رو تو چنین بخشی از تعریف میکنم. من فکر میکنم اصلا موسیقی آلترناتیو رسانه هم نمیخواد، یعنی رسانه به معنی چیزش حالت دولتی و سیستماتیکشون نمیخواد. ما از هر نوعی که شما فکرش کنید، اینترنت البته کار ما رو راحت کرده، فیسبوک، یوتیوب، اینها کارایی کردن که ما دیگه واقعا نیازی نداریم. یعنی جوری میشه که رسانه خودش ناگزیر میشه این کارو مثلا حالا پخش بکنه یا یه کاری در موردش انجام بده، میره تو قلب مردم، میره تو جامعه و بلوتوث میکنن، تموم. خیلی راحت از اون چیزی فکرش بکنه. و اصلا رفتار رسانه با موسیقی تو با شاهین نجفی ها اصلا چی بوده؟ تو چجوری از رسانه معرفی شدی به دنیا، به مردم، به ایران؟ از تصویری که ازت ساختن چقدر خوشت میاد؟ چقدر ازش؟ نه، از یه جهت ناراضی هم، چون در ابتدای من چون فرصت اینو نداشتی و زیاد نمیخواستم صحبت بکنم. من به عنوان یه آدم در واقع انگار یه رپخوان سیاسی، یک چیز، یه هنرمند سیاسی معرفی میکردن
و من چیزی رو نداشتم. همین اتفاقا سیاسی برداشت سیاسی از من موجب میشه که اون کسی که تو ایران من اونو میفهمم، که مثلا فکر کنه که اوکی اینم مثل هزاران نفر دیگه که پای تلویزیون نشستن دارن هر روز انقلاب میکنن تو ایران، در صورتی که ما نیستیم. من خودم مثلا تو کاری مثل پارتی سیاسی هر دو سمت رو مسخره کردم، به طنز گرفتم، بخاطر این نیستم. و یه چیز همینجا برای اولین بار بهتون بگم، من اینجوری بهتون بگم، من خروجم از ایران فقط به خاطر حکومت ایران نبود. من اصلا اون سیستم رو دیگه نمیفهمیدم. به این دلیل من میگم رک میگم مسئله من حکومت نیست. ما بعد از حکومت ایران، بعد از این جمهوری اسلامی فکر کنم کم کم 100 سال احتیاج داریم. 100 سال احتیاج داریم داستانشون روشنفکرای ما رو ببین دیگه. مگه میشه تو بعد از انتخابات چه افتضاحی اینا به وجود آوردن؟ آبروریزی کردن که مردم تو کوچه خیابون اینجوری بی بصیرت نیستن حقیقتا. شما تو روز روشن بیای تو تلویزیون دروغ بگی، دروغ یعنی اسمش چیه؟ بعد اسم خودت هم مثلا بذاری حالا مسلمان یا سکولار هر چی، یه چیزی هست اسمش شرافته. این تو ماها کم شده. بودن ما فردا آفتاب در میاد، منم مثل تو مطمئنم این روزا سر میاد. سال بعد سال بعد سال عشق و خون، سالی که پر از بغض از فرط جنون. سال من سال تا سال عشق و غرور، سال یه دست با رأی سبز زیر ساکون. سال بعد سال بعد سال عشق و خون، سالی که پر از بغض از فرط جنون. سال من سال تا سال عشق و غرور، سال یه دست با رأی سبز زیر ساکون. اما همین سیستمی که تو ازش فرار کردی، ازش گریزانی و تو رو آزار میده، در واقع جایی یا بخشی از محتوای آثار تو رو تشکیل میده. تو برای این سیستم دقیقاً خوندی و همین سیستم رو ستایش کردی تو خیابان، حماسه همین سیستم رو ستایش کردی، چون اون آدمایی که اومدن تو خیابون فکر نمی کنم از جای دیگه اومده باشن، اونها توی ایران زندگی میکنن. ببین ما مثلا الان همین الان ازت بپرسن تو نیکاراگوئه چه خبره، میدونی؟ نه چرا نمیدونی؟ برای تفاوتی میکنه مثلا فرهنگ نیکاراگوئه الان چه اتفاقی درش میفته؟ چون نمیشناسیش و دوستش نداری. ما دوستشون داریم. من سرزمینمو دوست دارم، من ملتمو دوست دارم. اینا برادر من هستن، اینا خواهر من هستن، عین منن. من خودم هم همینجور. بحث اصلا سر این نیست. بحث سر این که ما نقد داریم. ما چون دوستشون داریم نقد داریم. من رحم نمیکنم به این سیستم. یعنی یه چیزایی رو دارم میگم. من این سیستم که دیگه توضیح دادیم این سیستم چیه. این سیستم سیاسی فقط نیست. من دارم از یه داستان گنده تر صحبت میکنم و جا داشته باشه زیر پاشو خالی میکنم. من کلمو انداختم اومدم تو و دیگه داستان ادامه پیدا خواهد کرد. بعد از من دیگه مهم نیست مثلا من 5 سال دیگه باشم یا نباشم. 5 تا شاهین نجفی از یقه ها میزنه بیرون و تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد. یعنی این یک شعار نیست فقط. اینو به یک عنوانی دارم میگم که دو فردای دیگه بدونن ما از چی حرف زدیم. ما هیچ بندی نداشتیم. ما رو حرف هیچ کسی در واقع حساب نکردیم. درگیری هیچ داستانی نشدیم. از رسانش گرفته، از تلویزیوناش گرفته، تا احزاب سیاسیش گرفته، تا فلان مسئول مثلا فلان جا گرفته. فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج از کشور. من همین الانش میتونستم تبدیل به یه هنرمند پاستوریزه بشم که بیام برای دل مردم مثلا بخونم و همه بیان برام بنویسن شاهین جان دوستت داریم فلان. چی دوستم دارن؟ از چی دارن حرف میزنن؟ چی رو دوستم؟ بعضی موقع یکی میگه حال میکنی با موزیک، میگم بی خود میکنی حال میکنی. با چی حال میکنی؟ با درد من حال میکنی؟ با گریه‌های با زجرهای ما حال میکنی؟ حال کردن نداره که باید بشینی بزنی دو دستی تو سر خودت که من هنوز مجبورم چه این چرت و پرتایی بنویسم که تو گوش بکنی. حال نداره. ما زیر پای این سیستم رو خالی میکنیم. اینو بهت قول میدم. یعنی این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. ما الان فقط از جهت مالی ضعیفیم. پول دست کسایی که تو خالی هن. مهم نیست ولی زمان میگذره و همون جوری که کسانی دیگه که دوست داشتنی و گنده بودن موندن، ما آقاسی ها زیاد داشتیم ولی فراد یه دونه داشتیم. فراد موند.
فراد یه دیوانه مثل من به وجود آورد. من دیوانه، ببین 100 تا دیوانه تر از خودم به وجود میارم. اینو بهت قول میدم. مرسی شاهین. یه رپر معترض مضحک گم توی مای خیالی خالی از من، کاشف عنصر درد و انفجار.